سلام، خیلی خوش اومدید به چنل من سنام و پیشاپیش خیلی ممنونم که منو حمایت میکنید، چنلم رو سابسکرایب میکنید، ویدیوها رو لایک میکنید و برام کامنت میذارید. کلا من میدونم حالا ممکنه که خیلی ها این مدل یا این سبک ویدیوها رو حالا دوست نداشته باشن، خیلی حمایت نکنن، ولی من این ویدیوها رو خیلی بیشتر برای این موضوع میگیرم که حتی اگر یک نفر هم بتونه کمکش بکنه این ویدیوها اوکیه و من کاری که تقریبا میخواستم انجام بدم و انجام دادم و به ثمر نشسته. میخواستم توی این ویدیو، یعنی امروز اصلا قصد ویدیو گرفتن نداشتم، ولی خب توی این ویدیو من میخواستم که یعنی به یه اتفاقی خورد و حالا یه روشی رو فهمیدم که فکر کنم شما اگر این ویدیو رو ببینید و انجامش بدید دیگه کلن از هر ویدیوی برنامه مربوط به آموزش برنامه ریزی یا نحوه برنامه ریزی بی نیازید و اصلا دیگه نیازی نیستش که شما اینجور ویدیوها رو خیلی دنبال بکنید، مگر اینکه بخواید سبک برنامه ریزی مناسب خودتون رو پیدا بکنید، چون امروز مربوط به برنامه ریزی هست ولی نه اون برنامه ریزی همیشگی. ما قراره که امروز اصلی ترین کار رو برای هر برنامه ریزی یاد بگیریم و من میخوام که روی این موضوع امروز دقیقا تمرکز بکنم، چون که مهمترین بخش هر برنامه‌ریزی دقیقا همینیه که امروز انجام میدیم و اگر اینی که امروز یعنی میخوام بگم و انجام ندیم تمامی برنامه‌ریزی هامون الکیه و رسما انگار که هیچ کاری انجام ندادیم. امروز میگم داشتم طبق معمول روش‌های مختلف برنامه‌ریزی رو یه چک می‌کردم، نگاه می‌کردم ببینم مثلا چه جوری داستان، چه روش‌هایی خیلی پیشنهاد شده و همه اینا. بنابر اتفاقی به یک موضوعی برخوردم که فکر می‌کنم که متوجه شدم که ما تا الان هر کاری برای برنامه‌ریزی می‌کردیم همه الکی بوده تقریبا، یعنی وقتی این اصل کاریه انجام نشده و این فکر میکنم دقیقا اون رمز موفقیت هست برای انجام تمامی روتین هامون، تمام تیک هایی که هر روز باید به کارامون بزنیم. به خاطر همین بیاید از اینجا شروع بکنیم. شما میخواید برنامه ریزی بکنید ولی کاری که اصلیه رو و مهمتر از اونه رو اول باید اونو انجام بدید و اولویت رو بذارید با اون. حالا اون چیه که خیلی اهمیت داره، خیلی مهمه و میتونه حتی زندگیمون رو دقیقاً از این رو به اون رو بکنه. اون اینه که شما قبل از اینکه برنامه ریزی رو یعنی طبق معمول بیاید یه برگه بردارید، چک لیستی درست بکنید در خودتون، باید اینو مشخص بکنید که من میخوام برای هر بخش از زندگیم چی کار بکنم. این خیلی اهمیت داره و توضیح میدم جلوتر که اصلا یعنی چی. میگم مهمترین بخش خب همینه، باید این کار بکنیم. یعنی اصلا چی که میگم برای هر بخش از زندگیمون ما باید چی کار بکنیم، من باید چه گامی بردارم براش. یعنی این مثلا من میام می نویسم، یه برگه میذارم جلوم با یه خودکار بعد مشخص میکنم که من برای این باید زندگیمونو اول از همه بخش کنیم. یعنی چی؟ یعنی این مثلا من برای بخش بدن، جسم و روحم این برنامه رو دارم. چی کار میخوام براش بکنم تو آینده؟ یه هدف باید بذاریم اول از همه دیگه. مثلا هدف این که من میخوام بدنم و جسمم و روحم و سلامت
یا بکنم و نگه دارم، یا الان اوکی و همه چی اون استیبل و اون شرایطو داری و میخوای اونو حفظش بکنی. میگی چی؟ میای مینویسی، مثلا مینویسی مربوط به جسمم و روحم. چی کارو میخوای براش بکنی؟ چه چیزایی برای تو در رابطه با بدنت، روحت، روانت اولویت داره؟ مثلا برای جسمت اینه که کوچکترین چیزها رو مینویسی. کوچکترین چیزها یعنی چیزایی که حتی یک رفتار ساده تو طول روزه و همین الان هم به صورت عادت در اومده رو هم مینویسیم. مثلا من شبها، صبحها و حالا مثلا 2 بار در روز، 3 بار در روز مسواک میزنم، یا نخ دندون میکشم، ورزش میکنم، یه پیاده روی ساده میرم، یه روز در میون هر روز، یا حالا هر چیزی بنابر شرایط زندگی خودتون، یا غذای، اینا همه رو یعنی باید همه رو بنویسیم ها. غذای سالم میخورم، آب کافی مینوشم، نمیدونم مثلا میخوام قند رو اصلا حذف کنم از زندگی، یا میگم هر چیز ساده ای شما اونو مینویسید. یا مثلا برای اصلا روانم، من میخوام که یک شخصی رو که احساس میکنم داره به هم ضربه میزنه حذفش کنم، یک کاری رو که احساس میکنم داره به روانم آسیب وارد میکنه حذفش کنم. یا مثلا برای سلامت روانم میخوام که از یک متخصص کمک بگیرم، حالا میتونه هر کسی باشه، من میخوام مثلا در رابطه با این موضوع و فلان شخص مشورت بکنم و غیره و غیره و غیره که خودتونم بهتر میدونید. اینو مینویسیم. این مربوط شد پس به بخش سلامت روان. توی بخش بعدی میپردازیم به مثلا اهداف کاری و بیزینس و چه میدونم اون منبع درآمدی که ما میخوایم داشته باشیم، که این میتونه حالا وابسته باشه به یادگیری یه سری مهارت. مثلا الان شما مهارت رو طی 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه یاد میگیرید و بعدش وارد اون درآمد میشید. خب مثلا شماها میگید که من میخوام طراحی سایت یاد بگیرم تا بعدش باهاش به یه درآمدی برسم. اوکی. یا اصلا من طراحی سایت بلدم، میخوام وارد دیگه به حوزه کار بشم، باید مثلا فلان کارا رو براش انجام بدم، فلان برنامه ها رو براش بچینم تا این هدف طی بشه و تیک بخوره. یا مثلا باز یه مثال دیگه، شما یه مهارتی بلدید، مثلا زبان انگلیسی بلدید یا موسیقی بلدید، میتونید برید تصمیم بگید مثلا میخواید شما آنلاین کار بکنید، میخواید برید توی مؤسسه‌ای، توی یک آموزشگاهی کار بکنید، به هر حال شما میخواید که درآمدی برای خودتون بسازید و الان به نظرتون یه بخشی از سنتون هستش، یه بخشی از حالا اون زمان سن و سالتونه که دیگه از الان باید کم کم یه سری اندوخته ها و یه سری دارایی ها و از اینجور چیزا داشته باشید. یا اصلا خیلی مثل خیلی از افراد دیگه شما میخواید تولید محتوا بکنید توی هر پلتفرمی که حالا مد نظر خودتون هست. شما این کار رو چیکار میکنید؟ میاد انجام میدید و اینو باز مشخص میکنید. خب و مثلا دوباره بخش بعد این پس مربوط شد به مثلا درآمدتون، بیزینستون، یک منبع درآمدیتون، این که میخواید چجوری مربوط به شغلتون و کلا چجوری میخواید اون درآمد رو داشته باشید. و بعد از اینکه اینم حالا مشخص کردید، میرید سراغ یه بخش دیگه که به نظر خودتون الان اون حالا اهمیت داره براتون و میتونه کلا یک آورده‌ای براتون توی زندگیتون، خودتون و آیندهتون داشته باشه. حالا مثلا یا یه مثال دیگه این که شما توی بخش اون دانشتون، علمتون، چه مثلا دانشگاه، مدرسه است، هر چیزی که هست، اینم یک پرانتزی باز میکنید. آینده تحصیلی خودتون رو کجا میبینید؟ اصلا میخواین تحصیل رو ادامه بدید؟ که به نظر من حالا خیلی ها میگن که جدیدن مد شده نه تحصیل اینجوریه، نه وارد بازار کار بشید و اینا، که شما به نظرم خیلی به اینجور توجه نکنید و این موضوع رو بدونید که واقعا دانش خودش یک قدرته و
میتونه خیلی جاها کمکتون کنه و اینو به نظرم که با عقلتون تصمیم بگیرین و خیلی به حرف کسی توجه نکنید و بنابر شرایط خودتون به این موضوع نگاه بکنید که داستان برای شما چجوریه. حالا کاری نداریم، برای بخش تحصیلتون دوباره میایین مشخص میکنید که مثلا من میخوام فلان آپشن ها رو دارم براش، میخوام فلان کارها رو هم انجام بدم. یعنی شما میاید برنامه ریزی خودتون رو در گروه یک هدف خیلی بزرگتر و اون آینده نگری که انجام میدید قرار میدید و در گروه اون میذاریدش. کلن چرا اینو گفتم و این بعد از اینکه شما این کار رو بکنید مطمئنم باشید شاید خیلی نتونید زود این کار رو انجام بدید و ممکنه که یکم طول بکشه و نتونید همه این اطلاعات رو جمع آوری بکنید تو یک بازه زمانی کوتاه، مثلا 1 ساعته شاید بتونید، ولی اگر بیشتر هم طول کشید براتون طبیعیه، چون که شماها تقریبا دارید اون دیدگاهتون، اون هدفتون رو نسبت به آینده و بلند مدت‌تر به یک موضوعی نگاه میکنید و براش میخواید تلاش بکنید و بدونید هم که با انجام این کار ممکنه که روتینتون خیلی هدفمند میشه، برنامه‌ریزیاتون خیلی مشخص میشه که چی به چیه، چجوریه، ولی ممکنه که در کنارش هم اینم اضافه بکنم که ممکنه دوچار یک سری تکرار هر روزه بشید که خب اصلا استمرار همینه دیگه. اینکه شما یک کاری رو هر روز انجام بدید بدون با اینکه خسته شدید ولی ادامهش بدید تا اون ثمره و نتیجه‌ای که مد نظرتونه رو ببینید و بگیرید. به خاطر همین خسته هم بشید حق دارید، ولی برای اینکه ادامه بدید هم بیشتر حق دارید. به خاطر همین من خیلی برام مهم بود که این ویدیو رو بگیرم. حالا الان دلیلش هم بهتون میگم، چون که من خودم یه مدت داشتم این کار رو میکردم، یعنی یه برنامه‌ریزی انجامش هم میدادم، ولی حس میکردم که یک چیزی کمه، اون انگار اون چاشنی اصلیه که باید باشه نیست، مثل یک غذایی بودش که پخته میشد ولی اون طعم باید و شایدی رو نداشت. به خاطر همین گفتم که برای شما هم این ویدیو رو بگیرم تا و مطمئنم که بعد از این ویدیو اگر این کار انجام بدید دیگه نیاز نیست هیچ ویدیوی دیگه ای مربوط به برنامه ریزی، تعیین هدف و اینجور چیزا ببینید و فقط اگر دوست دارید میتونید یک ویدیوهایی رو ببینید که صرفا کمک میکنه که انواع برنامه‌ریزی ها رو یک مروری داشته باشید فوقش براتون و بخواید مثلا برنامه‌ریزی مناسب خودتون رو پیدا بکنید که اونم خیلی به نظر من با توجه به این موضوع کاملا شفافه، ولی اون دیگه بسته به خودتونه و امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. و اینم باز اضافه بکنم که من اینایی که مثال زدم تنها یه مثالای کوچیکی بود، شما میتونه زندگیتون بخشای مختلف دیگه داشته باشه، مثلا سرگرمی داشته باشه، مسافرت، مثلا یکی هدفش اینه که بخواد سفرهای متعددی بره، همه اینا دیگه بستگی به خودتون داره و اینکه میخواید چی کار بکنید و دوست دارید کلا زندگیتون به چه شکل باشه. اون دیگه بستگی میگم به هدفهای هر شخص و دیدگاه و نگرشش به زندگی خودشه و امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید، براتون کاربردی باشه و امیدوارم بعد از این ویدیو دقیقاً بشینید برای خودتون مشخص بکنید که اصلاً توی زندگی میخواید چه راهی رو پیش بگیرید و نتیجه کارهاتون رو میخواید چجوری ببینید. یعنی همین اول به اون آخر فکر کنی و بعد از اول شروع کنی به انجام یه سری کارها خیلی بهتره تا اینکه سرخود یه کارا رو بکنی و در نتیجه این کارها مثلا خود به خود یه چیزی اون آخر بهتون داده بشه. این خیلی فکر نمی کنم مورد علاقه خیلی از افراد باشه، از جمله خودم. و همین دیگه،
امیدوارم که میگم واقعا این ویدیو به دردتون بخوره، دوستش داشته باشید و مرسی که حمایت میکنید و تا اینجای ویدیو رو دیدید و تا ویدیو بعدی خداحافظ.